سلام خدمت بینندگان عزیز، خوش اومدیم به کانال سنگ تراشی من امروز میخوام تراش دادمش، دورگیری کردم. یه ماهی قرمز به سفارش خود مشتری بوده و یه توپی به حساب گرد واسه دستبند. این حقیق شکلاتیه، این هم حقیق قرمزه، البته یه مقدارش هم کوارتز داره. خب میریم شروع کنیم. بسم الله. البته من اینو تراشش دادم، الان میخوام سگمنتش هم زدم، فقط سنباده 180 و سنباده 180 و برم به بالا تا براق باشه. ببینید انشالله از بعد هدایا هرچی تراش بدیم یه دونه بیشتر تراش میدیم و برای بچه های گروه. من حقیقتا تو خونه کار میکنم، شغل اصلی من سنگ تراشیه، ولی در کنار سنگ تراشی دوبلور خانه سینما هستم. لطفا حمایت کنید بچه‌ها. من هیچ استادی تو این کار نداشتم، حقیقتا خودم یاد گرفتم، از صفر شروع کردم. از 2 سالی میشه من این کار رو جدی شروع کردم. حمایت فراموش نشه، واقعا ما الان احتیاج به حمایت یک کاری که شما دوستان دارید. مطمئن باشید من راه بیفته هدایای خوبی از سنگ، البته انشاءالله تا علاوه مالی میتونید به ما بده، اونجوری وضعیت مالی هم شما رو ساپورت میکنه. خب عزیزان، من تا حدودی تمومشون کردم. اگه بتونید ببینید